می فرماید من ضم یتیما من المسلمین حتی یستغنی فقد وجبت له الجنه. پیغمبر میگوید که یک انسان مسلمان یک صغیره و یتیم را تربیه کند تا کلان شدنش، خداوند متعال برای او جنت را پاداش میدهد. باز می فرماید انا و کفیل الیتیم کهاتین. پیغمبر میگوید که من و کسی که رعایه یتیم میکند و کسی که حیات یک یتیم و صغیره را بر دوش میگیرد روز قیامت مثل انمی دو شلیک در جنت قریب هستیم. لیکن متاسفانه بجای این رحم کردن بر یتیمان و صغیرگان امروز مال اونها را میخورند، امروز مال اونها را میدزدند، امروز مال اونها را از خود میکنند. این نمود انسان ها کسانی هستند که بر روز قیامت باور ندارند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثشان میفرمایند اجتنبوا السبع الموبقات. شما 7 چیزی که ای امت من این 7 چیز شما را هلاک میکند، به سوی دوزخ شما را میبرد، از این 7 گناه بزرگ دست بکشید. قالوا یا رسول الله و ما هم. گفتند که ای پیغمبر گرامی قدر، ای رحیم امت، او 7 چیزی که ما را به هلاکت میرساند برای ما بیان کن. رسول خدا از یک لو بیان کرد و در دوامش گفت و اکل مال الیتیم. خوردن مال یتیم تو را به هلاکت میرساند، خوردن مال یتیم تو را به سوی دوزخ میبرد، خوردن مال یتیم مثل یک آتشی هست که تو در خود و در شکمت صرف میکنی. الله جل شأنه در دوام همین آیت بعضی نمازگزارهایی که اونها اصلا به نماز خود پروا ندارند بیان میکند و میفرماید فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال اون نمازگزاران، یا جهنم هست برای اون نمازگزاران، اون نمازگزارانی که از نماز خود تأخیر میکنند، اون نمازگزارانی که گاه نماز میخوانند و گاه نماز نمیخوانند، اون نمازخوانهایی که بامداد بعد از آفتاب برآمدن میخوانند، یا اون نمازخوانهایی که در وقتی که خدا نماز معین کرده است در وقتش نمیخوانند، قضاش میکنند. اون نمازخوانهایی که مال دنیا و تجارت و مغازه های اونها از نماز اونها را باز میدارد. وای بر حال او انسانهایی که به خاطر مال دنیا، به خاطر شهوت دنیا، به خاطر صحبت کردن با دوستان ناخلف از فرض از فرائض الهی دور می شوند. وای بر حال اونها. خداوند میگوید فویل للمصلین، جهنم هست برای او کسانی که نماز میخوانند. آیا نمازخوان سوال بر میان می آید که با وجود این نمازخوانیش باز جهنم می رود؟ بله جهنم می رود، زیرا که اون مطاعون طاعت خدا و پیغمبر نکرده است. الذين هم عن صلاتهم ساهون. حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید هو المصلي الذي ان صلى لم يرجو لها ثوابا و ان تركها لم يخشى عليها عقابا. اون کسانی که گاه نماز میخوانند و نماز نمیخوانند کسانی هستند که در نماز می آیند، مسجد می آیند، نمیدانند که برای عبادت پروردگار آمدند، حتی ثواب از پروردگار نمیخواهند و نماز هم ترک میکنند، پروا ندارند. این نمود انسان هایی هستند که خداوند میگوید که اینها به قیامت باور ندارند.
اگر اینها به قیامت باور می داشتند، اگر اینها بر روز جزا باور می داشتند، اگر اینها بر اون محکمه‌ای که الله جل شأنه برای بینمازان آماده کرده است ایمان می داشتند، بر او جنتی که برای نمازخوانها در اون تاریکی های بامداد می خیزند به سوی مساجد می روند باور می داشتند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتن و خواب کنند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتن و در دکانهای خود سودا کنند، هیچگاه نماز خود را نمی گذاشتند و به کار دنیا و بر زمین مشغول شوند. از ذکر خدا باید هیچ چیز انسان مسلمان منع نماید. پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم می فرماید که حدیث امام بخاری و مسلم روایت می کند تلک صلاة المنافق، این نمود نمازی که در وقتش خوانده نمی شود نماز منافق است. پیغمبر می فرماید یجلس و یرقب الشمس، میشینه صحبت میکنه، سخن میگوید، سوداش میکنه، به دنیا و تجارتش مشغول است. نگاه میکنه که آفتاب قریب شیشتن می آید، بعد از آن میخیزه و طهارتش میکنه. فقام فنقر اربعا لا یذکر الله فیها الا قلیلا. پیغمبر میگوید که این نمود انسان میبینه که آفتاب به لب کوه رفت و در شیشتن زد، سراسیمه 4 رکعت مثل یک مرغی که از زمین دام میچینه، نه رکوعی ساز داره، نه سجودی ساز داره، نه در اون نمازش الحمد خوش رو میخوانه، نه تسبیحای خوش رو داره، نه آرامیش در نماز داره، نه خوفی پروردگارش داره. 4 رکعت میخوانه و ذکر خدا را نمیکنه، پرستش الله نمیکنه و میخیزه میرود. تلک صلاة المنافق. در حقیقت این نمود نمازخوان و این نمود نمازی که این مسلمان انجامش داد نماز امت محمد نیست، نماز پیروان رسول الله نیست، نمازی که محمد را او صاحبش دوست میدارد نماز او نیست، بلکه نماز منافق است. از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند این فی جهنم و لوادیا تستعیذ جهنم من ذلك كل یوم 400 مره. پیغمبر میگوید که در دوزخ یک مکانی هست، در دوزخ یک مکانی هست که هر روز قریب جهنم به سوی پروردگار از اون مکانی بدی دوزخ پناه میبرد. پیغمبر میگوید که این مکان برای امتان محمد هست، برای آن امتان هست که نماز به خاطر خودنمایی میخوانند، مسجد به خاطر خودنمایی می آیند، صدقاتی که میکنند به خاطر خودنمایی می نمایند و هر عملی که میکنند به خاطر خدا نیست، به خاطر خودنمایی است. این مکان جهنم، این بدترین مکان جهنم برای همون نمود انسان ها است. حضرت مولوی استاد حفظه الله تعالی در یک شعری که اون نوشته است که چند قطعه او را اختیار کردم میفرماید گفته اجداد ما بود دائما بهترین خیر است خیری بیریا. امت محمد و رسول اکرم و اصحاب پیغمبر دائم وصیت میکردند که خیر نما که در او به خاطر خودنمایی نباشد، به خاطر بیرق گرفتن نباشد. من حیرانم که او چی بیرق است که برای او میتیم. گر کنیم خیر برای آبرو، گر کی کنیم خیر برای نام او. انسانی که برای آبرو، برای خودنمایی، برای این که او را
انسان جوانمرد بگویند، برای این که در معرکه ها نام او را در سر صفحه تویانه بنویسند، این خیرات را میکند، او برای پروردگارش نکرده است، برای همون مردم کرده است. دائما باشد فکرت آبرو، دائما باشد فکرت آبرو، تا که در اول نویسن نام تو، لیک بحری آخرت فکرت نشد، این همه از ضعف ایمانی تو بود. والله که اگر ایمانی تو قوی می بود، والله که اگر تو به خدا در حقیقت ایمان می داشتی، عملی نمی کردی که تو را جوان مرد بگن، عملی نمی کردی که غیر پروردگار تو در اون نشان بدهی، عملی نمی کردی که تو در او خودنمایی داشته باشی. حضرت در دوام شعرش می فرماید با تو گویم ای برادر این خبر، با تو گویم ای برادر این خبر، خودنمایی نوع شرک است سر به سر. انسان خودنما به پروردگار شرک آورده است، این یقین بدان. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در دوامی همین آیه که اولین مفسرین خود پیغمبر و اصحاب او هست می فرماید من سمع الله بعمله سمع الله به سامع خلقه و حقره و صغره. پیغمبر میگوید که اگر انسان عمل کند که در بیرون او را تعریف کنند، نماز بخواند که او را نمازخوان بگند، حج بیاید به خاطر این که او را حاجی بگند، زکات مال بتیه که به خاطر که او را جوانمرد بگند، خدایی و خیراتی بکند به خاطر این که مردم او را ملامت نکنند، خداوند مردم از این خبر میفهماند. الله جل شأنه آن نیتی بده که در دلش او انسان خیرات کن داره بر مردم میفهمانش. شارحان حدیث میفرمایند که روز قیامت انسانهایی که خودنمایی میکنند، الله اولین و آخرین در محشرگاه جمع میکنه و میگوید که همین انسان در دنیا خیرات کرد، همین انسان در دنیا حافظ قرآن و ملا و ایشان خودش گفت،